یعنی کوکاکولا برای بار دوم ماینکرافت را به اضافه مود خیلی ترسناک گوتمن کردم. لایک و سابسکرایب رو بزن ببینیم چه سمی خلق کردیم. واقعا بود به سلام علیکم. خب با توجه به تامنیل و اینترو ویدیو دیگه الان میدونی باید چیکار کنیم. قرار مود ترسناک بازی کنیم. آقا بسم الله خدا رحم کنی. خب بریم. اولین دستا راستی شده چطوره بچه؟ برای من تصمیم جدید دارم. تصمیم گرفتم ادیت های خفن تری بزنم، سعیم کنم با این شات ادیتی که میتونم و دوست دارم ارائه بدم و برسونم و از الان میخوام شروع کنم. اگه استقبال کنید از این بعد ویدیوهای شورت هم همین شکلی درست میکنم. خیلی زیرا خوشگله. راست بچه من چیزی فهمیدم، خیلیاتون نمیدونی که من اون ویدیو رو ساختم که سالی که شما از من پرسیدید جواب دادم. یه ذره من مریض شدم. تک معمول که نمیشه گفت، من خیلی زود مریض میشم. شاید ندونید ولی من خیلی مریض میشم. اسبای من که انگار تکسچرشون ذره عوض شده. راستی بچه‌ها من قبل 5-6 تا ویدیو 2-3 تا ویدیو لاین گرفته بودم، هم آپلود نمیخوام بکنم واقعا خیلی زاین. خب تو هر کدوم که من مردم یکیش هاردکور سری اول هاردکورمون بود که اونا اوکی هم بیارم ولی بگشون نه اونم سری سروایول و چند تا چیز دیگه بود و همشون هم تموم شد که نام چرا یه ویچ میزم توجهم جلب میشد یکی پر پشتم میتشکید. خیلی واسم عجیب بود. گفتم میخوام به شما هم نشون بدم. کیفیت خیلی خوشحالم. ریسپان. خب اصلا چه دقت که کیفیت همین صدام بهتر شده به خاطر اینه که من دیگه ویدیو با صدای خود ویدیو اصلی چیز نمی کنم. من دیگه چیز میکنم. چطوری بهتون توضیح بدم؟ همون که خودتون میتونم بهتون توضیح بدم اینه که ضبط که کردم ویدیو رو تو ادیت خودم صدا گذاریش میکنم. خب چرا خونهاتون هیچ نداره؟ مثلا بلک اسمیت داره و گلام ولکن گلام خریکیه واقعا چقدر خوشگله. زید یه بانه آب بدیم. ها سیاه بریم بکشیمشون ها. بودو بریم بکشیمش. همیشه بدم این بدنه برو دیگه آخیش همین بکشیمشون. سالی ها رو حال کن. کجایید میخوام بکشمتون. بچه ها براست شما صدای ویدیو ندارید، کاشی داشتید. خیلی بچه ها همین ممکنه صدای خفن بیاد. بچه ها قرار نیست خیلی گوتمن رو ببینیم، مثل اینکه من تو توضیحات خوندم فقط شبا میاد و شبا هم خیلی کم پیداست. یعنی رفیق اونقدر رفیق مرامش نیست دوستمون داشته باشه بیاد منو بغله همین الان. خب شما سوال کردی افتادم تو آب. ها افتادم تو آب. ها یعنی چی افتادم تو آب؟ به پایین افتادم از شانس عالیم آب زیرم بود. آقا بس خب خسته شدم آقا. چرا یه ویلیج به ما نمیرسه؟ ویلیج یه آهنی دایمه چیزی به ما بده من گوتمنو کجام بکنم؟ الان گوتمن میاد میگه سلام علیکم، منم میگم بیا هیچ ندارم، اونم بیاد همین لحشت و پکسیمون لهم میکنه. خیلی میترسم بچه ها. غلام اسکم این اینستاگرام دوباره پیام آمد. غلام را بهش بی اهمیتی میکنیم چون به ما بی اهمیتی. بلک اسمیت راستی چون هم تو دقت نمیکنم. بلک اسمیت واو شلوار نمی شمشیر و کفش و نون. آقا واسه مولد بدین من کفش و شورتمو بپوشم، شورت پوشک در واقع پوشک آهنیمو بپوشم. جالبه. هشم ماشی داره یه ذره لگ میکنه بازی و احتمالاً به باگ هایی هم بخوریم. خب الان که همه چه داریم میتونیم گوتمن بیا گوتمن بیا دیگه بیا. هشم من چند دقیقه استاپ کردم دنبال گوتمن میگردم نمیاد کثافت دوستمون نبرداره. سلام غلام عشقم غلام بچه چیت بزنیم شب شده نمیشه بچه
نگاه غلام دید نمیتونیم چیت باشیم، غلام نمیتونیم چیت بزنیم شب شه. گفت من بیاد چون نگاه نکنی. خب نظر بدم. خب آقا یه ذره مهلت بدید به ما نفس بکشیم و بچه ها چیزای عجیب غریب موقع لازم نکنیم. واسه دلم میخواد چیز کنم کریتیو کنم به چیتم فعال شه، ولی خب نمیدونم واقعا چرا نه. آقا دستم میخوره رو استوپ. آقا کمک ذره یه چیزی به ما بده، خسته شدم. خب برم آقا ذره مهلت بی ما بده. آخرش نفسی بکشیم. آقا این سال چی به ما نمیرسه. بابا بس دستم روی میخوره. عجبا بچه راستی منو باش میخواستم چیت بزنم همین گفتم بیاد بعد همچین صداهای ترسناک میاد. بچه ها شما صدا رو ندارید. نه بچه ها همتون بعد توضیح میدم خیلی صداهای ترسناکی میاد. کاش میتونم مثلا همچین صدایی میاد به صدای داد و فریاد و چیز و صداهای سکته مکنم. بهش صدا خیلی بد اومد، خیلی صدا ترسناکی بود. چرا شما نمیشنویدش؟ غلام از من محافظت نکنی. به همیه ما رفقا تو رو پوشیدم. خفن نیست؟ چرا خفنه؟ بگو دیگه خفنه. خفن خوشگله غلام. دماغتو بنازم دماغت سن میگه من اینجا. غلام حس بویایی واسه چه الان تو بویه باید یک سگا از اون دسته بخواستم زنگوله رو بزنم باور کن. غلام ببخشید. غلام بچه مثل ببین غلام خیلی ناراحت شده. میتونم ای خدا میتونم برو غلام. بچه من استوب بکنم تا غلام بره و من ذره راه نجات پیدا کنم ویدیو علکی طولانی نشه. نه آقا ولش کن. آقا ول به کارمون ادامه میدیم. ما غذا من خوریم غذا اصلا چه انیمیشن غذا رو حال کردی با ریسورس پک و تکسچر پک انجامش دادن. تکسچر پک چی میگه اینجا داداش؟ انیمیشن مود هستی سرچا شیدن نورا میبینید رو این دیرتا افتاده. خب به کلیک مکنم رو اینجا کلک کمک میشنوید صدا ما روستایی کمک این غلامه میخواد منو کتک بزنه. آقا میخواد منو کتک بزنه. بچه با توجه به تحقیقاتی که من کردم اگه بهشون غذا بدیم با اون دوست بشن درسته؟ فکر نکنم با اون دوست شده باشه. آقا نکن اذیت نکن. گوردم آقا نکن لطفا نکن. آقا نکن. خب آقا ما استوب کردیم و باشیم مواجه شدیم. خدا بعد وقتا نگاه گوتمن مرد بوزی استوب مطمئنم دیوار میاد. بابا بازی ترسناک آقا بود چشم دلم رو بس دیگه خندم گردم میبینم. آقا قبل از ترسناکه باید ویوار بگیم مگه به ترس وای دارم وای چقدر ترسناک الان بیاد منو میگوره. نه آقا بسا دیر تاما دادم میبارم اون نمیشه رو خندم ایش ترسیدم میخواد بگم خدا بس نیست ناموسه. بچه ها کارما گرفت آدم شد. بچه کسی رو مسخره نکنید. کارما میگیرتتون مثل من که الان کارما گرفتم و الان گوتمن مرد بوزی میاد منو پر مکنه. عزیزم آروم باش من همینجا استادم. کریپر ترکی داری منو زد نمیدونم والا. آقا خیش راحت باشیم.
نه کریپر، آره کریپر ما رو کش نه. اوکی بچه ها، گوت من نمردیم هنوز ازش بچه ها. قرار خیلی گوت منو ببینیم ولی خب خیلی خوب بود و من نباید تامنیلا ترسناک دیدم بچه ها. قرار تامنیلا از این به این وای بابا ترسیدم از گوت من ترسناک تر توی میفهمی سکته کردم میفهمی. داشتم میگفتم بچه تامنیل بود ویدیو قبلی لانگ قبلی خب میذارمش تبدیلش کردم بریم خیلی شبیه چیز فانک شد آهنگ فانکه ولی خب قرار نیست پسم کنم ولی خب یه حالت ترس میخواستم بهش بدم ندم اندرمن ایندر آی فکر کنم اینجا اندرمن کشتیش دمیت گیرم بابا وای ممنون بالاخره اندر آی. من تو سری سروایول که سری که ندیدم من تو سروایول بازی میکنم به زور اندر آی بده بعد شانس تو زدی کشتیش بعد بهت اندر آی دادن نامرد. راستی بچه با قلم آشتی کردیم بهم چیکار کردم ازش دور شدم چنده که کار خودم رو کردم و با ما آشتی کرد. دیدید زامبیا خب برو تو بلک اسمیت برو تو بلک اسمیت بلکن مهم نیست بلک اسمیت سر یکی و خدا بسته دیگه ببینیم اینجاست باید همینجا باشه دیگه درسته که کم کم هم ویدیو رو تموم کنیم دیگه. آره احتمالا دقیقه 12-13 اینو تمومش کنیم احتمال میدم. خیلی بچه دارم بچه من اول که متریختم با لرز بازی رو استارت کردم و ویدیو رو شروع کردم و الان باورم نمیشه داشتم به گوت منی که اینقدرش میترسیدم میخندیدم. سلامش کنم بیدار شو برو مدرسه درسته شده برو بابا چرا وردش تو برو الان من چیزی ندارم اندر آی میکنم تو تا نکن اذیت نه آقا اندر آی دارم این همه مدت دارم اندر پرل سمتت پرت میکنم و برو تو چی میگی میری میای کسی اینجاست؟ نه خوشبختانه کسی نیست اینجا. وای این نوتیفادار دیوونم میکنه. آقا بریم آندرمن آقا دیگه ویدیو بس دیگه درسته. خب بچه ها این بود از ویدیو امروز تا ویدیو بعدی فعلا لایک و سابیاتون نرف تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.